از این رساله مبارک که ما در پیام‌های رمضانی قرار داریم. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر و مهربان، ای برادر روزدار و ای خواهر روزدار، این مهمان گرامی و یک مهمان آمادگی بزرگی این ماه رمضان فرا رسیده ایستاده است تا این روح‌های ما و شمایان جایگاهشان بالا برداشته شود و جانها از آن گناهانی که در این روزها کرده بودند با سوی پروردگار توبه کننده بگردند و توبه کارشان و با سوی او سبحانه و تعالی بازگردنده باشند و مردم در حضور پروردگارشان تبارک و تعالی در این چند روز محدود حساب و کتاب و مورد خودسنجی قرار میگیرند. چون ماه رمضان این ماه تربیه روحی است و در این روزها مؤمن خود را از انگیزه های شهوت های نفسانی و هوس های فطری و خواهش های انسانی باید دور بگرداند و از آن چیزهایی که عادت کرده بود در غیر رمضان و آنها خود را سیر کرده بود، از خوردنی ها، نوشیدنی ها، از بیدار خوابی ها و مانند اینها. پس تلاش نماید که اینکه انسان در این ماه مبارک که قدم های اولین خود را گذاشته ایستاده است، خود را سیراب نماید از خوردنی ها و نوشیدنی ها و بیدار خوابی ها. و بندگان الله سبحانه و تعالی این کار را بجوز از برای رضای الله و ثواب و پاداش از جانب او سبحانه و تعالی انجام ندهند، از برای او پروردگاری پاک و بلند مرتبه و از برای ترس عذابی که برای گناهکاران آماده شده است، که خود را آماده بسازد برای یک تربیه روحی که بر مسلمان وادار می‌گردد که کوشش را در این ماه مبارک دوچند نماید تا این فضیلت‌های عظیم را به دست بیارد، روح را با پروردگارش بپیوندد و از شرک‌های هلاک کننده و از عقیده‌های باطل و وسوسه‌های شیطانی لعین و میل‌های شهوانی و زشت و نیت‌های ناپاک دوری بجوید و ترک این چیزها را از برای محبت او سبحانه و تعالی جل جلاله آباد گرداند و بنده در هر حرکت و سکونتش الله سبحانه و تعالی را بشناسد و با سوی او سبحانه و تعالی نزدیک بگردد و هر چیزی که او بنده را به الله نزدیک میکند از گفتار، از رفتار و کردار آنها رو بیشتر انجام بدهد تا ایمان بنده، روح بنده بالا برود تا به زینه‌های بالای روحانی و معنی‌های کاملی ربانی با او سبحانه و تعالی بپیوندد. شاعر میگوید که فقوت روح ارواح المعانی، پس روح‌های معنی ها را غذا یافت. غذای روح‌های معنوی است که غذا می‌یابد. فلیس بان طعمت ولا شربت، خورد از این که نخوردی و ننوشیدی این نیست. می‌فرماید که ولما علمت بان قلبی فارغ، پس چون دانستم که قلبم خراب است، فارغ است، امن سواک، که بجز تو هیچ هدایت دیگری نیست. پس ای برادر و خواهران گرامی قدر، تلاش نماییم که به سوی این رحمت الهی که روزهای نزدیک باقی مانده است، بر این صحنه‌های مغفرت الهی سبحانه و تعالی بشتابیم و روح خود را از تمام چیزهایی که در بالا ذکر کردیم، از شرک، نشانه‌ها، علامت‌ها، از کفر، بدعت‌ها، ضلالت‌ها، گناه و معصیت هر چیز پاک بسازیم. روح را برای این ماه بزرگداشت تقویت نماییم، به خاطر آن که این ماه یک دم است از جانب الله سبحانه و تعالی برای بندگان، برای پاک ساختن آنها، که هر قدری که ما این روح را بر خاک و گیل آمیختگیش را کم نماییم، همان قدر تقوای الهی را در خود بیشتر می نماییم، همون قدر بر ملکوت پروردگار جهانیان بالا میشویم، با او میرسیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله و زمره کسانی گرداند که سینه هایشان گشوده بگردد در برابر حق، احوالشان اصلاح بگردد، دلهایشان از محبت پروردگار رب جهانیان پر شود، محبت الله بزرگوار و محبت رسول برگزیده او صلی الله علیه و سلم پر بگردد و حمد و ثنا مخصوص پروردگار جهانیان است.